حساب جنجال شدن از حساب نفهمی مقصد اویلایی که شما برخورد کردید مقصد مثال ما از حساب نفهمی یا یگام خیلی گپ خبری که در بین اویلا می شود یا یگام نفهمی که اویلا که خود میگویم گپ رو نمیفهمد یا یگام چی می شود از این سبب مقصد جنجال و اویلا ویرانی برپا می شود. جنجال نمیشه خسرانه. ولی جنگ میشه آخه. هر روز جنگ شود. نه هر جنگ نشود. تو معامله کردی چیکار نکنی؟ خسران میشه آخه. زنها استخوانی که جنگ آخه. راست میکنه میشکنه. راست کنه میشه. عیب زنها است. اکثرا عیب زنها است. اما زنها برعکس میگن مردکو عذاب میتن میزنن. نه خیلی میزدگی مردکو هستند که اکثر با فیلم زنها اطاعت نمیکنن. ولی شما میگید چیزی که مرد گفت باید همون شود. مرد بالا ده ای زن دیده. حتی باش. از کدام جهت موافق قانون همه برابر است؟ نه مثال مرد کار میکنه. کاری خونه کار اینجا. زنها با در خونه. مرد بهتر میبیاد با زنها فهمانده. همین دختر یا بچه میگیرد زن بچه جدو یوشه خیلی عقل نرسیدگی خیلی هم بعد جنجال بسیار میشه بعد یک طرف دیگر طرفش خیلی همین جوانون کلام میشد خونه با این وابسته از پدرش مادرش خیلی تربیه میسید بعد مکتب و یویم جدو وای کلام خواست همین تربیه با وایشون موافق نمیبینن یا خیلی خاراکترشون بیشتر هست که سر خاراکترش سابقه سو کلینام خاراکترش سابقه فکری من بیشتر قایرو همین سوز نمیگیرن اگر مثلا یکش کم گوازبینی کند و کنند اگر البته با یا دیگر فهمی میشد و میشد وقتی که یکش سابقه است با دیگرش هم سابقه میکند البته بین اونها تشوازبینی کند هیچ گپ نمیشه فکری من همین ممکن یک دیگر را نفهمند ممکن است صبح بیکاری شوهر باشد کار نباشد خیلی سببو بسیار است بعد روی حلش چیه؟ ولی چطور باید کنیم با باید یک دیگر فهمی شود مراسهای یک دیگر را فهمند در زندگی باید زنم فهم از شوهر که مثال خیمه شود روز می شود که در دست وای نمیرسد وای نامش چیست پول نمیرسد بعضی روز می شود که میوبد خیلی طاقت کند زنی اگر با ایمان و با توفیق باشد باید با شوهر مثال طاقت کند شوهر هم نمیخواهد که در زندگی عذاب کشد هم خیلی روز زندگی هم خیلی من بسیاری مسئله از این سر میزند که جوانان تیار نیستند پیش از من برای اویلا دور شدن تیار نیستند اکنون این برای که برطرف کردن این هم وظیفه پدر و مادر و خسر و خوشنامند باید روی کلون یعنی من گفتنی هم که مسئله کلون سالون اینجا باید گوش کنم بعد بسیارتر این نقطه نظری من است همه دخترها رو بسیارتر در سن سالی 18 ساله به شوهر میگن که باید تیار نیستن مثلا در دیگر جمهوری ها تیار میشن اقلا باشد به فکر شخصی من از 21 که تیار شود پره تو جمع میرود و باید چیکار کنند با حیات مستقلانه تیار باشد و پس میتونه زندگی هم دیگر فهمی باید باشد